يا رب قد ضاقت. على وهابیا کافر است. چرا؟ دست خود اینجی خود مانده. خب یک روز قسم وهابیا کافر است. گفتم چرا کافر هستن بیچاره؟ من خوب آدم، تو میگه نه تو وهابی نیست، خوب آدم از من تو خوب. گفتم چرا؟ گفت که اینا کافر است. گفتم چرا کافر است؟ در حالی ما شیشه برش کوچه و کیکی گپام دادیم. گفت استک خود در اینجی خود میمونه، پای خود چاق میگیره، آمین آمین میگه. خب گفتم این سه دلیل برای کافر بودنش کافی است. این سه دلیل بود کافر است. مردم اگه صحیح بخاری بعد کشیدم که همین سه کار پیغمبر خدا کرده صلی الله علیه. چی میگی؟ نه استاد نخواد کرده باشه. من تو سیکو اگه من کشیدم که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین عرصهش کردن، اگه کشیدم بر صحیح بخاری باز چی میگی؟ اگر برات کشیدم که کل سنگاپور و اندونزیا و مالیزیا و فیلیپین چند میلیون مسلمان از در جنوب شرق آسیا کلش در مذهب شافعی است و مذهب شافعی کلش رفع الیدین میکنه و آمین بالجهر. تو چند میلیون مسلمان کافر میگی، آیا توی جرأت داری؟ گفتم کلچک کن بخور، این چاکلیت کن بخور و از خانه ما اگر اما تو عقیده داشته باشی کافر برایی. چرا که یک کتاب است درباره شاتم رسول صلی الله علیه و سلم، فکرتون باشه کسی که پیغمبر چی میکنه؟ تو گفتی که این سه علامه چی است؟ کفر است. و صحیح البخاری میگه که رسول الله صلی الله علیه و رفع الیدین کرده، لکن اختلاف علما در این است که آیا رفع الیدین منسوخ شده یا نشده. بعضی علما دلایل گفتن که منسوخ است، بعضی علما دیگه میگه منسوخ نیست. در این جمله علمایی که میگه منسوخ نیست امام شافعی است و کل پیروایش. پس آیا ما مذهب شافعی که اهل سنت است و امام احمد ابن حنبل حنابلة یک مذهب اهل سنت است یا میگه نیست منسوخ نیست، ما رفع الیدین میکنیم، کل از یک کافر است؟ 14 قرن مسلمان ها تو تکفیر میکنیم. آخر باش گفتم که رسول الله میگه من کفر مسلما تو صحابه مهاجرین انصار کتابا بخوان، بخوان و تو خیر سمی صحیح بخاری ده باب رفع الیدین شریفه بخوان، باز بعد از اون این حکم تا اینا خطر دیگه است. بعضی مردم هستن اما تو در زبان بسیار ساده است، فلانی که کافر است.